بلخ ولایت است که زنان نیز همانند مردان جهت دریافت کار به چوک‌ها جمع می‌شوند تا به منظور دریافت نفقه کار روزمزد را انجام دهند. سراهی چوک یلمرب مزار شریف جایی است که همه روزه چند تن از زنان جوان گرد هم جمع شده و انتظار دریافت کار را می‌کشند. این زنان میگویند وضعیت بد اقتصادی خانواده و نبود کار برای مردانشان آنان را با چنین سرنوشت روبرو ساخته است. این زنان اکثرا در مزارع و باغ‌ها جهت جمع‌آوری سبزه‌ها و اصلاح درختان به کار گرفته می‌شوند. 6-7 ماه میشه. چه کار میکنن مدتاً؟ این وقتا میچینیم، خشاها میکنیم، بانجان میچینیم، دیگه کارش خیلی سخته دیگه. زنان کارگر در مزارع میگویند که تمام روز مصروف کارهای شاقه بوده و در نهایت با دریافت 120 افغانی به خانه ها باز میگردند. مرا روزی برابرگیه دیگه، اگر زن بنده خدا اگر باقانا خوب بودی اکثر دیش بیدی اگر نبودی یا 80 کار در 50 کار. این در حال است که اکثر از این زنان در برابرشان از برخوردهای ناسالم اجتماعی شکایت داشته و میگویند به دلیل کار کردن به حیث روزمزد مردم برایشان به دید حقارت مینگرند.